به نام خداوند جان آفرین. سلام و درود به تمامی خانواده قناتشو و ایران زمین. انشالله حال دل همتون خوب بوده باشه و در کمال صحت بوده باشه. طبق درخواست شما عزیزان، ما تو این جلسه آموزشی میخوام طرز درست کردن کشمشی رو به شما آموزش بدم. کشمشی یکی از شیرینی‌های پرطرفدار و قدیمی این مرزبومه که حرف‌های زیادی با سابقه زیادی برای گفتن داره. یکی از شیرینی‌های بنا، سنتی و پرطرفداره. میریم که با هم شروع کنیم. طبق وعده‌ای که قبلا به شما داده بودم، الوعده وفا، میریم طرز تهیه کشمشی رو با هم ببینیم و یاد بگیریم. خیلیا ازم کشمشی رو خواسته بودن. یکی از شیرینی‌های سنتی، قدیمی، بنا و اصل و نسب دار. با هم دیگه میریم که طرز تهیه‌اش رو با هم یاد بگیریم. ابتدا روغن و خاچکند رو با هم میریزیم و نارگیل هم بهش اضافه میکنیم. خیلی از قنادی‌ها بهش نارگیل رو نمیزنن، خب ولی من نارگیل رو میزنم و کیفیتشو بعد کار به شما نشون میدم که چه کاری میکنه. هم خوراکش تاثیر داره و هم بافتشو نرمتر میکنه. کشمشی یه شیرینیه که سریع خشک میشه. به خاطر اینکه موندگاری بالایی داشته باشه، ما بهش نارگیل هم اضافه کنیم که نرم نگه داریم. ببینید نذاشتیم دستگاه زیاد بزنه. چند دور که زد میاریم پایین، میبریم پاتیل خالی کنیم. خب تخم مرغمون رو خالی میکنیم داخل پاتیل. مقداری هم بهش ماست اضافه کنیم، اولوش نیم کیلو. البته ما مقدار کشمشیمون زیاده، نیم کیلو بهش اضافه کنیم. خیلی از اشتکارهای عزیزمون مایه رو خالی میکنن، تخم مرغ رو دوتا سه تا بهش اضافه میکنن و با دست کف میرن. ما تخم مرغ همین اول همه رو یه جا میریزیم و با موادمون مخلوط میکنیم و تا الانش هم نتیجه خوبی ازش گرفتیم. هدف فقط به اشتراک گذاشتن سلیقه هاست که ببینیم چه سلیقه‌ای بهتر و چه سلیقه‌ای خوبه. من تمامی این مدل‌های قدیمی رو امتحان کردم و این مدل مخلوط کردنم با شما امتحان میکنیم که نتیجه این کارم با هم ببینیم.
کشمشش هم بهش اضافه میکنیم. و در آخرم آردشو بهش اضافه میکنیم. دوستان اگه دقت کنیم مخلوط کردن آخرش با آرد یه ذره زمان بره. به یه وعده قاطی کردن اکتفا نکنیم. چند بار اینجوری باید مخلوطش کنیم که هم روغنش نرم بشه، از گیف راحت‌تر در بیاد، هم تخم مرغ‌ها قشنگ حسابی به خوردش بره. در اصل میشه گفت یه مقدار داخل پاتیل با دست داریم خمیر رو پوکش میکنیم. تقریبا میتونه گفت فوت کوزه‌گری این مدلش میشه اینجاست که 3-4 بار باید پاتیل رو از اون ور به این ور زیرو رو کنین، از این ور به اون ور. خب کشمشیمون حاضره. حالا میریم گیفامون رو پر کنیم و شروع کنیم به گیف زدن. خیلی از جاها کشمشی رو روی دیش میزنن و آخر سر مجبورن با فنر بکنن. ما به خاطر اینکه این کارمون راحت کرده باشیم کشمشی رو روی کاغذهای نسوز میزنیم که از روی کاغذ هم کندنش خیلی راحت باشه. اگه دقت کنی 4-5 فاصله هاشو درست میدیم که موقع پخت به هم نچسبه.
فرمون هم از قبل روی درجه 250 داغش میکنیم. البته فرای ما یه مقدار تنه هاشون داغه. حالا شاید فر شما سرد باشه، باید فر داغتری استفاده کنید. همیشه باید فر کشمشی داغ باشه. حالا مونده فر شما چطوری باشه. فر ما چون تنه داغه 250 میندازیم. حالا فر شما تنش اگه سرده 260 70 80 بعضی جاها تا 290 هم میپزن. خب کشمشی همون یه نردش حاضر شده، با هم میندازیم فر. پخت تقریبیش حدودا 7 دقیقه است. تقریبا پختش تمومه. یه دور دو دور دیگه بزنه درش میاد. خب دوستان، همین جوری که دیدین کشمشی همون از فر در اومد و این ویدیو هم انشالله باب المیل شما قرار گرفته باشه. این کشمشی ما شما اگه دقت کنی ببینید نر محکم فشار نمیدم، ببینید نر با بافتی نر. خب علت نارگیلی که توش ریختیم الان فکر کنم باید متوجه شده باشین که علت نارگیل ریختنش چیه. مزه نارگیل به هیچ عنوان تو دهنتون نمیاد. سلفونش کنیم موندگاری بالایی داره. بعد عرضم به حضور عالی طرز مخلوط کردن سبک مارم شما یاد گرفتی. وسط کارم گفتم کشمشی رو معمولا روغن خاشکن چند دور که بزنه خالی میکنن، تخم مرغ کم کم میزنن دستش، با دست چپ میرن. حالا ما با این طریق تقریبا به نتیجه بهتر از اون رسیدیم که واقعا کشمشی خوب و لطیفی به ما میده. انشالله بتونم
رضایت خاطر شما را جلب کرده باشم. طبق روال همیشه برنامه خودتون رو به بقیه قنادا و عزیزانی که علاقه به رشته قنادی دارم معرفی کنید و دکمه لایک و سابسکرایب حتما از یادتون نره. بدرود تا برنامه دیگر.